جدید آریانا سعید با چهره کاملا جدیدش و رفتار غیر قابل باور آریانا سعید در این آهنگش. آریانا سعید آهنگ جدیدش در کدام برنامه تلویزیونی نشر خواهد شد و اکنون در کدام کشور است، مصروف چی کار باری است؟ گفته های تازه، باور نکردنی و عجیب آریانا سعید که هرگز باور نخواهید کرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید، ملکه دلهای افغانستان، هنرمند بی‌بدیل، تک صدا و معروف افغانستان، شهرت و محبوبیت خارق‌العاده در میان مردم افغانستان داشته است. این هنرمند مشهور و مطرح افغان عاشقانه به هنر موسیقیش پرداخته است. آهنگ‌های بیشمار می‌سراید. آهنگ‌های آریانا سعید همواره بازدید میلیونی را در صفحات مجازی از آن خود کرده است. این هنرمند تاریخ‌ساز و مطرح افغان در بزرگترین جشنواره موسیقی میان هنرمندان مشهور و مطرح افغانستان در کشور امریکا آهنگ‌های جدیدش را سرود که بار دیگر انقلاب در هنر موسیقی افغانستان کرده است و قرار است به طور رسمی آهنگ‌های آریانا سعید تا چند روز دیگر از طریق کانال یوتیوب این تلویزیون به نشر برسد. ولی آریانا سعید همواره مصروف کارهای سیاسیش می باشد. در کشور امریکا نهاد برای دفاع از حقوق زنان ساخته است و خواسته برای دفاع از حقوق زنان افغانستان کارهای سیاسیش را از کشورهای مختلف به پیش ببرد. این هنرمند تاریخ ساز برندی از لباسهایش را هم ساخته است که حمایت گسترده‌ای از طرف افغانها و جامعه افغانستان شده است. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای بانو آریانا سعید از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. در انتظار نشر تازه‌ترین کارهای هنری از این بانوی هنرمند خواهم بود. دوستان نهایت ارجمند خوب کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تک تک شما خوبان را به الله من ناز سپرده. موفق کامیاب باشید.